салом алейкум. мавзуи навбатии мебошад. зарб ва таксими касрхо. хуб, зарб ва таксими касрхо бисёр мавзуи фоидаовар аст. дар математика бисёр барои шумо агар хуб донед, бисёр фоида мерасонад. зарб ва таксими касрхо анакнун бедозир фаҳмодана сар мекунем. Якум аз зарб сар мекунем. Барои ин ки зарб дар аввал навистагӣ. Таксим ва зарби касрхо нависед чихе нағз ба гӯш намераса. зарб ва таксими касрхо бисёр хеле нағз ба гӯш одам фора мераса. خب ضرب کسر برای ضرب کسر میگم من با شما یک مثال میدم. مثلا 4 تقسیم 5 ضرب فرض کنیم 7 تقسیم 9 هر کمی کسر چه ضرب میزنید؟ برای ضرب زدن کسر رو با در خاطر گرفته اول یک خطی دراز میکشید. خب دراز میکشید مخرج هر دیمینا با یک دیگرشون ضرب میزنید. 5 ضرب 9 یعنی که صورت هم هر دی صورته با یک دیگر ضرب میزنید. 4 ضرب 7 یعنی 4 کرده 7 چند میشد؟ 28 ولی 5 کرده 9 چند میشد؟ 45 45 دیدید؟ 28 تقسیم 45 صورت با صورت ضرب زدیم در اینجا نوشتیم مخرج با مخرج ضرب زدیم در اینجا نوشتیم. دیدید چقدر آسونه ضرب کسر رو انا کنید حوزه باشد با چی میگذاریم با تقسیم کسر رو برای اینکه ضرب کسر رو بسیار موضوع آسان یک دوستا مثال کردی فهمیدن شرط نیست. انا که تقسیم کسر به یک مسئله میگیریم ما یک فکر میکنیم. فرض کردیم مرچه مرچه فرض کردیم سرعت مرچه یک تقسیم 4 کیلومتر ساعت. خب تقسیم 4 کیلومتر ساعت مرچه میرفت تو شد نمیدونم که ابی فرض کردیم با فکر من درست است. انا کنید یک مسافه یک تقسیم 8 کیلومتر نمی مرچه تا چند ساعت تایم میکنند. تا چند ساعت تایم میکنند. ما باید چه بیم؟ تی بیم. اری فرموله سرعت ما میدونیم که تی برابری s تقسیم v. دیدید تقسیم کسر در کجا استفاده بده میشد؟ لیکن s ما چی؟ s ما مسافه v ما سرعت. لیکن بدوزی تقسیم میکنیم. تی میبیم s یعنی که s تقسیم v بده. یک تقسیم 8 تقسیم یک تقسیم 4. اکنون ما برای یافتنی نمین برای تقسیم حل کردن چیکار میکنیم؟ خب اول کسر یکم به تغییر مینویسیم. یک تقسیم 8 با یک عددی ضرب میمونیم به جای تقسیم. خب برای حوزه میگم برای چی ضرب میمونیم. اینمی کسر نمیخوای توپ میدیم. خب نمیخوای میگیریم توپ میدیم. دست فکرتون دیا نمیخوای توپ دادن نمیشد که بازی کردیم نشد دوست. خب یک تقسیم 4 توپ دادید یعنی که 4 بالا میبراید یک پایین میبراید. خب نکی کشید نم با ضرب میکنیم. چقدر که داول کرده که بیمه کرد 4 میشه 8 کرد 1 8. خب انا کنین هر دیمینا بو اختصار نیست کردن میشد. خب ساده تر کردن نویسید با خوبتر است. 4 با ضرب کننده ساده جدا کنیم اگر 2 ضرب 2 میشد. 8 با ضرب کننده ساده جدا کنیم 2 ضرب 2 ضرب 2 2 ضرب 2 ضرب 2. خب 2 با 2 اختصار میکنیم 0 میشد 1 میشد. 0 2 تقسیم 2 1 با این 2 با 2 با هر دینم اختصار میکنیم. حالا در بالا چی موند؟ در بالا 1 موند. در پایان چی موند؟ 2 1 تقسیم 2 ساعت. یعنی که از 2 یک حصه ساعت یعنی که ساعت دو بولاک کنیم چقدر میشه؟ 30 دقیقه. همون یک بولاکی دیگه یک بولاکش ما بود در کار یک بولاکش چقدر میشه؟ 30 دقیقه. ساعت دو بولاک کنیم یعنی که دو تا بولاکی 30 دقیقگی میشه. ما با یک تاش در کار یک همون 30 دقیقه 30 دقیقه. خب یعنی که مسافه که شما ممکن در یک دقیقه طی کنید همون مسافه برای مرچه 30 دقیقه میگیرد اصلا چه فرق بسیار کلان. نمیکن به یک مثال دیگر میگیریم برای تقسیم کسر. مثلا مثال 8 تقسیم 10 تقسیم فرض کنیم 4 تقسیم 5 اینا چه حل میکنیم؟ خب با چه گفتیم کسر یکمانگی به تغییر مینویسیم. چه 8 تقسیم 10 ضرب گفتیم ضرب میکنیم اینا توپ میتیم توپ میدیم در سر توپ سر ما توپ دادیم 5 پولارکی میبره 5 سرعت میشه. خب 4 ما چی میشد؟ 4 مخرج. اینا ما ضرب میکنیم 8 کرده 5 چه میشد؟ 40 10 کرده 4 40. چه مثال گفتیم که هر دوش یک خیلی برونده است
بسیار زود 40 تقسیم 40 ما چند میشه؟ 1 دیدن؟ بسیار خیلی آسان ضرب و تقسیم کسرو این اکنون بعضی جواب میشد که شما با ضرب و تقسیم کسرو عددهای آمیخته میتین 2 بتونه 2 تقسیم 3 ضربی بگیم ضربی 4 تقسیم 5 سرتون گرم میشد که اینا چخو کنیم چخه ضرب زنیم آسان بسیار آسان خب من هم عددی آمیخته با کسری نادرست کردن در کار یعنی که چخه میگردیم مخرج برای این عددی بتون ضرب میزنیم خب و با صورت جمع میکنیم چخه که در اول گفته بودیم در جمع تاری کسرو اینا خیلی مونند 3 کرده 2 6 6 2 8 یعنی 8 تقسیمی مخرج در جوش میستد ضربی 4 تقسیم 5 بله 8 کرد 4 چه میشد 32 3 کرد 2 15 خب ما جواب اینا با میتونیم که بعدی آمیخته گردیم برای اینکه کسری درست صورتش مخرجش کلان 32 تقسیم 15 2 تا میرسد تو میرسد بقیهش چه میمونند 2 در صورت مینویسیم 15 تا مخرج مینویسیم باقی اینا با کسری درست کردیم اگر 15 کرد 2 32 میشه و دیدید بسیار آسانه و این تمام شد موضوع ضرب و تقسیم کسرو امیدوارم که برای شما فهمو بود فایده آور بود و تا دیداری نوبتی